تا حالا فکر کردید چرا آسمان آبی است؟ شاید فکر کنید این یک راز ساده است، اما پاسخ آن به زیبایی قوانین فیزیک را نشان می‌دهد. بیایید با هم کشف کنیم. نور خورشید که به زمین میرسد از چندین رنگ مختلف تشکیل شده: سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش. این رنگ ها با هم ترکیب شده و نور سفید را میسازند. اما وقتی نور وارد جو زمین می شود، مولکول های هوا باعث پراکندگی آن می شوند. پدیده به نام پراکندگی رایلی باعث می شود رنگ های آبی و بنفش که طول موج کوتاه‌تری دارند بیشتر پراکنده شوند. اما چون چشم ما به رنگ آبی حساس تر است، آسمان را آبی می بینیم. اما چرا آسمان بنفش به نظر نمی رسد؟ چون چشم ما نسبت به نور بنفش کمتر حساس است و بیشتر آبی را می بینیم. حالا دفعه بعد که به آسمان نگاه کردید می دانید که پشت این رنگ زیبا یک دنیای فیزیکی شگفت‌انگیز پنهان است. نظرتان درباره این پدیده چیست؟ در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و صفحه ما را دنبال کنید. منتظر سوالات علمی شما هستیم. تا ویدیوی بعد، بدرود.